شب گذشته گزارش جدیدی سازمان گزارشگران بدون مرز چاپ شد درباره وضع آزادی بیان در کشورهای جهان، در 160 کشور جهان. از جمله درباره تاجیکستان گفته شده که وضعیت آزادی بیان در تاجیکستان تا اندازه بد شده. به نظر شما تا چه اندازه این گونه ارزیابی ها واقعیت دارد و با عدالتانه است؟ من گمان میکنم که به حقیقت به واقعیت چندان نزدیکی ندارد. مثلا در کشورهای آسیای میانه اون آزادی که در تاجیکستان هست، اون شرایطی که برای فعالیت مطبوعات هست و رسانه‌های دیگری تاجیکستان هست، در اونجا مثلا به چشم نمیرسد. امروز از میان رسانه‌های خبری اگر ما تنها رسانه‌های اجنسی های اطلاعاتی را اگر ما بگیریم، میان مثلا 10-11 تا اجنسی های اطلاعاتی یک تا فقط دولتی است، باقی همه خصوصی اند و اونها بسیار خوب فعالیت دارند. مثال های دیگر هم میتونم اینجا رقم زنم در مورد روزنامه های خصوصی. خب روزنامه های صحافی اونها هم تلاششون بر اون است که همین خلای معنوی در جامعه پرتر شود و مردم به اطلاع سری وقتی تامین باشند. خب اینجا بحثی دیگر است که مثلا در زمان این بحران هایی که امروز تمام کشورهای جهان قریب دامنگیر هست و بالاروی نرخ و نوا، خب مثلا شاید دریافتی موادهای چاپ بعضی از روزنامه ها را مثلا دامنگیر باشد، این چیزی جای شبهه ندارد، لیکن این چیز مثلا به آزادی بیان مثلا ربط دادن، اونو به اون پیوستن معنای مثلا واقعیت بیان کردن ندارد. این سازمان برای چی این گونه ارزیابی کرده است؟ و با عنوان مثال از بسته شدن نشریه نگاه، بعد سایت توج نیوز و مسدود شدن که بلاکировка چند سایت هایی که خبری هستند، اینا با عنوان یک فشار بالای آزادی بیان ارزیابی کرده. خب ببینید در مورد مثلا بسته شدن بعضی از اون نشریه ها یا رسانه های خبری هم باید به قانون مراجعت کنیم. هم تو گپی مثلا خشک خالی در زمینه های مثلا خشک خالی یا بی اساس اونا مثلا بسته نشدند، اونا البته خلاف کردند خودی همون قانون مطبوعات، قانون اساسی که طبق آن مثلا رسانه های خبری مطبوعات فعالیت میکند اونها خلاف کردند و در نتیجه بسته شدند از جانبی همون نهادهایی که این رعایت قانون نظارت میکنند. خب این مثلا ربطی مثلا به فشار آوردن بالای آزادی بیان ندارد هیچ وقت. من گفتم اون جهت‌های اقتصادی را هم گفتم، مثال آوردم. این همه البته در جامعه امروزی نه تنها تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم به مشاهده میرسد، چون که زمان بحرانی در حقیقت تاثیرش گذاشته است. لیکن در مجموع به نظر من در تاجیکستان آزادی بیان با تمام معنی مراعات می شود، یعنی شرایط برای بیان اندیشه هست و رسانه ها همه فعالیت دارند.